خوارج اولینش اینا بسیار سختگیر هستند در دین. او میبینید گویا که اینا بسیار غمخوار دین و پایبند دین باشند. حتی یکی آنها، سرداران آنها آمده از گریبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده گرفت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لباسشان لباسی سخت بود، متاش یعنی متای قیمت بها نبود، ملایم نبود، حتی اثری همین لباسشان در گردنشان دیده میشد. آمده گرفت، گفت که یا محمد اعدل فانک لم تعدل. ای محمد عدالت کن که تو عدالت نکردی. سبحان الله. و من یعویحک و من یعدل اذا لم اعدل. وی بر حالت اگر من عدالت نکنم دیگر کی عدالت میکند در این دنیا؟ اینا واقعا یک عالم اسلام میبیان ای بدبختی کافر تو فلان عمل را نکردی، فلان کار را بکن، فلان گپ را بگو، فلان گپ را نگفتی. خداشون یک آدم هایی که از علم هم دور هستن، از دین و دیانت دور هستن. ببینید یک آدمی که نسلش، نسبش، اصلش کی بودنش معلوم نه، آمده از گریبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بهترین مرد دنیا میگرد، میگوید که ای محمد، اسلوب خطابش هم بی‌زیب است، اعدل فانک لم تعدل. عدالت کن، تو عدالت نکردی. عدالت نکردی یعنی در تقسیمات پول و مال عدالت نکردی، تو ظلم کردی. یعنی کی؟ بعد گفتن که وای بر حال تو، کی عدالت میکنه؟ اگر من عدالت نکنم دیگر کی عدالت میکند؟ عادل ترین خلق الله تعالی این جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. حضرت عمر در حال شمشیرشون گرفتن، گفتن یا رسول الله اجازه سرش زنم. گفتن که نه. حالا از نسل این یک آدم های میبرد که شما نمازهاتون در پیش نمازهای اینها تحقیر میکنید، قرائت های قرآنتون در پیش اینها کم میشمارید. اینا از دین چه خیلی که تیر از کمان میبراید برآمده میبرند. امروز مسلمانی واقعا گویا در ظاهر دیندار حقیقی، فردا میبینید که کافر. از دین همین چه خیلی که تیر از کمان میبرد همین خیلی میبراید اینا افتن. خلاصه مسئله خوارج آیا کافر هستند یا نیستند، اکثر علما کافر نگفتند خوارج را، لیکن حکمشون قتل است. پیامبر صلی الله علیه و آله در کجایی که بینید خوارج را به قتل رسوند، چون که این یک برای کافرها بسیار خوب این فرقه، برای اینکه مسلمان ها را کافر میشمارد و به قتل آنها سعی میکنند. اینها مسلمان کش هستند. این برای کافرها به فایده کافرها هست، بسیار به فایده کافرها هست و این بیچاره ها خودشون نمیفهمند که به کی خدمت دارند. بنابراین حکم خوارج قتل است، لیکن اکثر علما از کافر گفتن آنها خودداری کردند، چون که آنها از گناه کبیره خودداری میکردند. خوارجای امروزه که بعضی خوارج میگوید، من میگم اونا خوارج هم نیستند، چون که خوارج عملهای صالح زیاد میکنند. ما باید قرائت ما در نزد قرائتی آنها حقیرش می‌بینیم. قرائتشون خطایی، نه تجوید دارند، نه قرائت دارند، نه حفظ قرآن دارند، نه مشغول به نماز تهجد هستند، فقط غیبت، تحقیر، تکفیر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و اینا خوارج نیستند، یعنی وصف خوارج در اینا دیده نمیشد. خوارج شخصیت‌هایی هستند که حتی امام بخاری از خوارج روایت کردند. از شیعه روایت نکردن، لیکن از خوارج روایت کردن، چون که خوارج دروغ نمیگفت، دروغ گفتگی کافر میگفت. روایت کردن. امام ابو حنیفه هم گفتن که از هر یک اهل بدعت علم گیر و از شیعه علم نگیر، چون که واقعا دروغ میگفتن. بنابراین شیعه ها امام ابو حنیفه هم کافر میگفت. امام ابو حنیفه از همه علم گیر. حالا مدت که به این سخن امام ابو حنیفه دیگر علما خلاف دارند، از اهل باطل، از اهل بدعت علم نگیر میگن، لیکن امام ابو حنیفه گفتن که از همه علم گیر، غیر شیعه فانهم یکذبون، چون که دروغ میگن و دروغ رو دین میشمارن. دروغ گفتن ثواب است میگن. بنابراین از وای چه خیلی علم میگیرید، تقیه میکنه، پنهان میکنه حقیقت را.
بر رویتان شاید حضرت ابوبکر گوید بار اول، حضرت عایشه گوید شما را فریب دهد، بعد وقتی که کمتر میلی به دینش کردید یا دیگر زبان کوته شدید پول گرفته، بعد لعنت کند آنها را. اونو تقیه میکنن، پنهان میکنن عقیدشان را. اینا برای این گفتن که از همه علم گیر و از شیعه علم نگیر که اونو دروغگوی هستن. امام بخاری در صحیح بخاری از بعضی خوارج حدیث روایت کردن برای آنکه اونها دروغ نمی گفتند، از گناه های کبیره دور بودند. در بعضی همین منطقه های خراسان هم بودین یک قبیله هایی که خودشون خوارج معرفی میکردین، بعد میگفتین که مقصد ما خوارجیم، ما دروغ نمیگوییم، ما فریب نمیدهیم. مقصد در بازارها خوارج از خوارج چیز خریدین، گفتن که مقصد این فریب ندارد، میگفتن که آی ما خوارجیم، ما فریب نمیدیم، چون که کسی فریب دید در نزد آنها کافر میشد. یعنی که به خوارج بودنشون فخر میکردن و اظهار میکردن، پنهان هم نمیکردن مانند دیگر فرقه ها. ولا تعتقد رأی الخوارج انه مقال، تو مثل خوارج اعتقاد نکن، این یک مقاله هست. لمن یهوا، طبق هوای نفس خداشان حکم میکنن. یردی و یفضع، این آنها را شرمنده میکند و این آنها را به هلاکت میرسونه. این عقیده شان، یعنی رد زدن به خوارج. اینها حضرت علی را کافر گفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم عدالت کردن، حضرت علی کافر گفتن و کشتن. حضرت علی هم کشتن، حضرت حسن هم کشتن. یعنی ببینه یک شخصیتی که داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم، پسر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خلیفه راشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سنت وی ما را امر کردن که پایبند باشیم. حضرت علی دوستی الله تعالی، دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها به قتل رسوندن حضرت علی را و اینها خلاف سنت کار میکردن. بنابراین گفتن که این مقاله های هوای و هوس است و این یک مذهبی هست که آنها را شرمنده میکند. تو از جمله شخصیت های نباش که در دینی در عقیده خوارج باشی.